هلو گایز دوستان، امروز اومدیم یه ویدیو جدید. دوستان من ویدیو ندیدم، داره خندم میگیره. ویدیو سعی کن نخندی با یه مهمون ویژه هم حالا میاد. خب مهمون ویژه ممکن جز محمد. امروز من داخل ویدیو یوتیوب خودم محمد دنیالی پسر عموی بابا میشه. باباش میشه پسر عموی بابا. خب آماده هستی محمد؟ بریم سراغ ویدیو. اول آب تو دهنمون بکنیم. مجازات منم اینه ساین. این آبلیمو میبینید، همین قدر آبلیمو با لیوان بخوریم. خیلی دوست. بس آماده باشید ساین آب تو دهنمون بکنیم بریم سراغ ویدیو. از الان داری خندم میگی. ریدم. ببین بدبخت، کفشای من از خیلی از دور و بریات گرون تره. ای بابا. علی یه دقیقه وایسا. جانم. چرا هیچ مویی روش نیست؟ خب نیست دیگه. دختر کچله کیه؟ عشقم اینجا چقدر قشنگه. تا حالا با کسی اومدی اینجا؟ نه عشقم فقط تو رو آوردم اینجا. آره با بقیه رو می‌بردم خونه فقط مثلا ویدیو واقعا خنده‌دار بود. خب بگذارم من دوستان یک بار مثلا 1-0. محمد من یک بار خندیدم. محمد زندگی چی نخندید؟ ماشاءالله محمد. خونه ای هم سیاتره. این دوتا با هم هستن. تازه دختر رو هم بستنی خریده. های شوشیدم توی زندگی. آی رفیق از من جدا شد. میگم عزیزم مطمئنی اولین بارته؟ بپن سلام داشتم من خسته نباشید. سر شلوغه؟ آره داشتم مشکلی دارم. پس بی زحمت اینو کاراشو بکن. تماشا دارم زمین. نحوه خورد کردن جعب خودرو با چسب و ضربه بزن. سیستم هواپیما ایران خیلی قدیمیه. نگاه کن ببینید شارژر سوزنی میخوره این هواپیما. خدا رحمت کنه. دیشا مامانتون اومد تو خوابم. ببخشید اکرم مادر من تو خواب شما؟ چرا آخه؟ بابا بچه ها بابا امورزا رسیده جان. خوردم اشتباهی حالا تب خدایی ایمان بخوریم دوباره. محمد دنیدی که خنده نکرده. آب دهنت هست محمد دانش؟ آب دهنت هست؟ فوله آب بازو کن. آب زیاد سر دیسان دهنم یخ داره میزنه. بچه دوباره قهر کرد.
1 ساعت بیا بس بیا علی مامان طلاهای من ندیدی؟ هرچی میگردم نیسته. نه عجیبه تا حالا همچی اتفاق توی خونه اون نیفتاده. 100 بار گفتم این رفیقای دلدوزت نیار خونه. نه علی رضا که از خودمونه. البته علی رضا منظورم شما نیستی یا یه موقع بهت بر نخوره، ولی به نظرم یه جیبت نگشتی. سلام یکیه پسر خالم لاله فقط لاله خوش دستتو ببوسم. نه چی میگه؟ میگه لالم کوته نیستم خالتو با چجوره؟ انگار خیلی دوستش ندارم. چجوره؟ وای خیلی خوشگل. از کجا آوردی؟ از خونه پارسال خریدم، هنوز یه بار نپوشیده. تو کمد لباسات آوردم، یارو با لباسایی که من اینجا خریدم بنز خریده. بده این خیالم نیست مگه سرم. میدونی چرا اصلا مال من نیست. میتونی برای که خوابت ببره باید چه اتفاقی بیفته؟ من بیدارت ببازه. شیشه‌تو بده پایین، نمیبینی دارم رد میشم؟ ببخشید اینجا نزده بود خطر عبور حیوانات. نه با پول بابام خریدمش، نه با پول دزدی خریدمش. تنها خودم رو پای خودم وایساده بودم، داشتم از اینجا رد میشدم گفتم این فیلم ازش بگیرم. عزا داداش نگاه آخرش همه اون توی قد جا میخوابیم ها. آخرش همه من دارن لوله گاز میگیره. ما لوله گاز بود. شرایط سخت شده ولی خب روزی دست خداست. باید با مشتری صادق باشی دیگه. آقا چی شد؟ مطمئن نشابه؟ آره بابا این ترسیده، فقط یکم رنگش پریده. چی جاله؟ بابا برم صداقت دوستان، صداقت. عرق نعنا از خانواده همون عرق هاست. تا اونا رفتن پای رفیق بازی، این نشسته پای درس و مشقشو شده متخصص معده. آقا یه سوال بفرمایید، چه ماهیه که زنا کمتر حرف میزنن؟ اسفند. چرا؟ چون 29 روزه. یه اطراش پول مده از یه حرف نخیرین. آقا اومدم اینجا برم دستشویی، اصلا دستشویی نیومد اینجا. نباید دستشویی کرد، اینجا باید بیایی اصلا گوه بخوری. خیلی عوض میخوام ببخش. دیوونه است بابا، دیوونه. با کی بودی دیوونه؟ ببخش. که من اگه چیلیده اینو داشت. میگم تو دیوونه ای خول مریض. هنوز تو عکسو بگیر. شاید سوال یهو روشن میشه چیزش. سوال روشنایی داره مال موقعی که تو معدن کار میکنه. به جون مادرم برگرفتم سم بخور آسخ. همون این نمیشه. فوت کن چرا فوت کن همون تو رو خوره فوت کن بابا یه جا حمله کن میزنم به جلو ممنون تا این یک ویدیو همراه بودین دوستان. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. نه دوستان نه هنوز سب کن مجازات فعلا دوستان نصف یه ذره من میخورم نصف لیمو محمد. خب محمد آقا تو بریز اینجا. خب نجام چیزی خرابه دهن سریس. خب دوستان بریم مجازات رو بخوریم. آب لیمو، این آب لیمو، این هم لیوانمون. این قدرشو من میخورم دوستان. یه سره
خیلی ترش دوستم کنم دوستم یه سره خیلی ترش دوستم خب دوستم امیدوارم در این ویدیو خوشتون اومده بود. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره.